الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة 10 سنين يضحي كل سنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. دوستان نهایت عزیزم، خواهران و برادران گرامی هم، قسمی که شما میدانین روزهای انگشت شمار به قربانی مانده و به عید قربان و به عید سعید اضحی مانده. پس مناسب است که درباره قربانی بعضی از چیزهایی که الحمدلله ما جامعه اسلامی هستیم و ما مسلمان هستیم، اکثریت چیزها را شما میفهمین، اما مهمی است که یک یادآوری شود. برادران بزرگوارم، قربانی در اسلام بسیار یک جایگاه و مقام بلندی داره. الله متعال در قرآن کریم در 8 آیت و در 8 جای متفاوت درباره قربانی آیت و قرآن کریم نازل شده و یادآوری کرده. الله متعال این به مهم بودن قربانی دلالت میکنه، این به فضیلت قربانی دلالت میکنه، این به اهمیت این عبادت میکنه. شما ببینید که فلسفه و داستان قربانی را شما خبر دارین که حضرت ابراهیم علیه السلام خواب میبینه 3 شب مسلسل که بچهش قربانی میکنه در راه الله و بچهش ذبح میکنه، میایه و بچهش و میگه به حضرت اسماعیل ذبیح الله، که لقب ذبیح الله را میگیره و برایش میگویه که ای پسرم، من تو را میبینم در خواب که تو را ذبح میکنم، من تو را حلال میکنم، تو در این باره چی میگی؟ بچه پیامبر است. حضرت اسماعیل علیه السلام میگه که یا ابت افعل ما تؤمر، ای پدرم هر آن چیزی که امر کرده شده او را تو انجام بده، من حاضر هستم، من به قربان کردن جان خود در راه الله حاضر هستم. اما امروزه ببینین، اگر بجای از این که ما امروز گوه قربانی میکنیم، شتر قربانی میکنیم یا گوسفند و بز قربانی میکنیم، اگر در راه الله ما خود قربانی میکردیم، این چقدر بر ما سخت بود. اما امروزه بعضی از اشخاص، کلگی را نمیگیم، خوب پولدار هستند، خوب امکانات دارن، اما بازم قربانی نمیکنن، از این فضیلت محروم میشین. نبی کریم صلی الله علیه و سلم میفرماید به نزد الله در روز قربانی کردن، از قربانی کردن هیچ چیز، روز اول عید، دوم عید، تاسیوم عید قربانی میشه، هیچ عبادت به نزد الله مقرب نیست، هیچ عبادت از قربانی کردن در این روزها بالا نیست. خیلی مردم ها تشویش های مختلف در اذهان مردم میاندازه و برایشان میگویه که بجای از این که اینقدر مالها قربانی شود، چرا امیر پول نقد به یک فقیر و به یک فقرا نمیدیم؟ برادر محترمم، اسلام در هر وقت در هر جای گفته که تو صدقه بکو. از اول سال تا آخر سال ما کی منع شدیم که ما به مردم خوبی نکنیم؟ قرآن کریم چقدر آیاتش درباره ازینمی است که شما به مردم کمک بکنید. احادیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم چقدر پر از با کمک کردن و خوبی کردن با مردم. اما وقتی که عید قربان آمد، وقت قربانی آمد، از این که باز بالاترین عمل نیست. ولو که یک انسان تمام مالش در راه الله قربانی بکنه، صدقه بکنه، بخشش باشه، تمام مالش صدقه بکنه، بازم قربانی نکنه، گردن از این خلاص نمیشه. به این خاطر الله متعال در قرآن کریم میفرماید که اول در حضورتان عرض کردم، الله متعال میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فصل لربک وانحر. ای پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، نماز بخوان برای پروردگارت، وانحر و قربانی بکن. هر دویش امر است و از علما از اینمی آیت میگیره که مراد از فصل لربک خواندن نماز عید ای هم واجب و قربانی کردن در روز عید ای هم واجب. هم نماز عید واجب و هم قربانی کردن واجب.
و واجب خود شما بهتر میفهمین که از فرض کرده بسیار کم مرتبهش فرق میکنه، ثوابشون هم مقدر است. و حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما میگه که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی که از مکه مکرمه به مدینه منوره آمد 10 سال کوچ زندگی کرده بود، در 10 سال هر 10 سال قربانی کرد، هیچ سالش بدون قربانی نبود. پس از اینجا حکم قربانی صراحتا معلوم میشه که این واجب هست. اگر کسی را وقت توانایی داشته باشه این فعل انجام نمیته یا این عمل انجام نمیته گناهگار میشه، گردنش بسته میشه. پس به این خاطر برادران بزرگوارم متوجه باشیم که از دست ما نره. این عبادت سال یک دفعه میایه. ما به خاطر عروسی خود، ما به خاطر شیرینی خوری خود، ما به خاطر یک ختمی که هیچ مثلا ضرور نیست بالای ما شما، فرض نیست، واجب نیست، سنت نیست، مستحب است، یک کار نیک هست، ما از مردم پول میگیریم، ما قرض میکنیم. خیر است اگر به خاطر قربانی ما قرض کردیم. این واجب نیست، این ضرور نیست سر ما گیر قرض بکنیم. اما یادت باشه یکی از راههایی که در مالت برکت میآید و تو پولدار میشی و پیسه دار میشی و اینمی قربانی کردن است. این در زندگی خود تجربه بکنین. شاید خیلی از برادرای را تجربه کرده باشین. اینقدر این دارای فضیلت و برکت هست. هر انسانی که قربانی میکنه این خودش تجربه بکنه، خودش یک فکرش بگیره که در سال آینده از این که بهتر میشه اقتصادش یا نمیشه. دو چیز است که وقتی یک انسان در این دو چیز پول مصرف میکنه هیچ وقت فقیر نمیشه و سال به سال این پول دار شده میره. یک حج و عمره که از نه، یک چیز ای هر کسی که حج رفته بعد از او که آمده او غریب نشده، هر کسی که عمره رفته بعد از او غریب نشده. دوم قربانی کردن. هر انسانی که میخواد در زندگیش تغییرات بیاره قربانی بکنه. خب به این هدف نباشه برادر بزرگوارم. اینطور نشه که باز قربانی کنی باز سال بیای باز پیسه دار نشی مرا بگویی که تو خود رو گفته بودی. عقیده تا درست بکنی، توکل تا به الله بکنی. ما خودم در زندگی خود تجربه کردیم. یک سال آمد بالای ما بسیار سختی بود، اما قصد کردم، اما نیت کردم که من قربانی میکنم. پول کم داشتم، من گفتم نه قربانی میکنم ان شاء الله. شما باور به الله بکنی و پولم در جای من، یک کسی از نزدیکیای ما بود نامش نمیگیرم، مال قربانی را در داخل خانه ما من قصد کرده بودم. تو هم قصد بگو، الله مهربان است. به این خاطر کوشش بکنیم یک عبادت بسیار پرفضیلت و پر درجات است. الله متعال بسیار درجات انسان. ببینین حضرت زید ابن ارقم رضی الله عنه میگه که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود هر کسی که قربانی میکنه اینمی به اندازه هر تار مویی که در بدن از او است، الله متعال ثواب وزیرت چه میکنه؟ زیاد میکنه. از استخوانش جدا ثواب است. از هر امی لحظه که خون قربانی در زمین میچگه الله او را قبول میکنه و الله متعال سبب جنت رفتن ما میکنه. کوشش بکنیم که روزهای پرفضیلت است و قربانی را از یاد نبریم. تشکر.